خب دوستان عزیز، این لوازمی که می‌بینید برای خودروی X33 با گیربکس CVT، میخوام فقط اوضاع این گیربکس بهتون نشون بدم. ماشین کلا 40 تا کار کرده. بعد از 40 تا کار، یعنی میگم ماشین چینی ذاتشون همینه، یعنی همینه. زنجیر که مشکل داره، این زنجیرش، این زنجیر مشکل داره. پمپ که داغون کرده. این شافت اصلا کلا اینجا بریده. نه تهش کو، نه این مهرش، این مهرش. پمپ که اینجا خرابه، واشر استکاکیه خرابه، رینگاشو خراب کرده، باعث شده این کاسه بیفته روی پمپ. این ور پمپ نگاه چه بلایی سرش آورده، خطا رو. این اوضاع یک ماشین چینی 40 تا کاره. حالا باز نمیدونم، یه سری میان دفاع میکنن ماشین چینی بهترین ماشینه. واقعا به من